رئیس جمهورانی تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و سооронбей ژеъмбеков در مرز واروق و اقصی به دیداری هم رسیدند. پس از گفتگوی کوتاه واخوری آنها با فعالان موی سفیدانی هر دو دهه هم مرز و پرتنش برگزار شد. در واخوری هر دو رئیس جمهور مردم را به رعایت حق همسایگی و دست کشیدن از تنش دعوت کردند. انتظار می رود پس از این واخوری رهبری دو دولت در اصفهان به گفتگو نشینند. امامعلی رحمان را در این سفر وزیر دفاع شیرعلی میرزا، وزیر امور داخله رمضان رحیمزاده، رئیس کدام سیمومین یتیموف و فرمانده نیروهای مرزبانی رجب علی رحمانعلی همراهی میکنند. نایب سروزیر عظیم ابراهیم هم که چند روز اخیر در اصفهان قرار دارد با هیئت همراه شده است. در اصفهان واحدهای نظامی پلیس، امنیت و وزارت دفاع مستقر شدند و رفت آمد به این شهر سخت محدود گردیده است. پرزیدنت تاجیکستان پس از انجام ملاقات با رئیس جمهوری قرقیزستان در واروق و اصفهان با یک سفر کاری عازم قرقیزستان شد. طور دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان خبر می‌دهد روزهای 26 و 28 ایول در قرارگاه پرزیدنتی شهر جولپونات در ساحل استقلال ملاقات دو رهبر برگزار می‌شود.